سلام عزیزای دل، امیدوارم که حالتان خوب باشه. خوش آمدین به یک دیگه از ویدیوهای از ما. دیگه ما فعلا آماده شدم که برم طرف کورس. باز از راه خود دور مخرم در دا کوچک است نظر گرفتن، نظر خورده. باز از اونجی مرم طرف کورس. دیگه بلدش ویدیو میکنم که از مسیر راه و خریدایی که دیرم. دیگه امیدوارم که خوشم باید و تا آخر بیننده ویدیو از ما باشین. خدا مهربانه ناصر. یعنی مست از این کوچه شهرک جغریا که 6 کوچه نام خدا دیگه. اور 6 نمیت خامه نمیت وضعیت خراب دیگه. بسته کابل پخته شد، سرگای پخته جور کنده شد، نو پخته شد. اما شهرک جغریا نه خیل کت کلش خامه. امزی کوچه بری زهرا؟ بس اینه این از کوچه های خرابی شهرک جغریا که اصلا کلن خامه دیگه. اینه ای هم کسته مسیر پول میده دیگه. ما از اینجا کستم زی مسیر پول میده در لب جرجر در حسین زاده کورس میریم. از زای دل اینمون رسیدیم در گلایی دیگه. اینه سرگ و چی اینه مارکت حسین زاده. اینه منزل اول حسین زاده. اینی رازینش منزل 2 3 و دیگه تا منزل 5 را که ما کورس میریم. منزل 3 حسین زاده کلا لباس آزرگی و این چیزای دیگه. نه اینی هم از کوچه گلایی مردم قد زهرا ازمی مسیر مریم مایی دکانای بیجرگش خدا خبر بیچارگوی. ما امشب قصد دارم که بولانی پخته کنم. یعنی الان اینجا دوم پشتی ترکاری، یعنی این ترکاری فروشی در کوچه گلایی تازهش بلاله. دو دسته بسه. اون موسیه گندنه ملی سرخه گشنیز امروز خیلی خسته شدم دیگه. نه خدایا نه سودا امروز خیلی پالک را برم در خانه بلانی کنم کلکی کنم که چی رقم مایه. از زای دل اینه گندنه و سیر و مرج و اینا را کسته اینه سرخ کدم در روغن دیگه. اینجا نیشم کچالو رم دیگه جگ دم رندک دم دیگه. اینیشم پالگه که پالگ را پخته کردم. باز اینا رو کلا اینال که اینجا داخل از دیک میکس کنم بلده ازی که پیرکی پخته دو. آماده کنم که چی رقم مایه بشت مزیش خدا خوب باید. از یک طرف برقا رفته تاریک برقای کابل در مجموع یکم در این وقتا بسور شده.
قبلا طرفای از ما برق خیلی خوب بود، یعنی تقریبا 1 ماه که برق از ما منامو رقم شده، سعی نیست. این سلکن الله از ما گرد شد دیگه. نام خدا عجب چیزی هم ده. این کلن مرج، سیر، پالک، گندنه، کچالو، روغن که گرد کنی خیلی خوب شما. این قنجقه سازی پیرکی باشد که سعدیه ده بخنه. یک دفعه سعدیه رو بگیم که چی رقم مزه میدیم. گل تو بچیم مزه که چی رقم مزه میدیم. خوبه؟ خوش مزه؟ خاصه دیگه باش که ما قاشق رو کش کنیم. میشم شده زیلی آرد خور زور کنم دیگه شروع کنم. اگر برقمات بندشم ویدیو میگرم از پختکدان چی، اگر نه ما دیگه نخواد شونه دیگه شما ببخشین دیگه انشالله که باید برق